شب 25 اپریل سال 2024 تقریبا ساعت 9:50 در کیلومتر 124 شورای فدرالی سیبیر در حدود نویه بلوتنوی در ولایت نوسیبیرسک روسیه یک میکرواتوبوس که مهاجران توجیک را از کراسنویارسک به تاجیکستان می برد به علت لغزانک شدن راه در پی ریختن برف در راه لغزیده به سمت مقابل راه برآمده است و به ماشین بارکش تمغه هوا برخورده است. در نتیجه 4 نفر از زادگان تاجیکستان، راننده دوم و 3 مسافر میکرواتوبوس جراحت برداشتند. خدمات مطبوعات ریاست گبدده یا گایی ولایت نوسیبیرسک خبر داد که میکرواتوبوس تحت اداره راننده سال 1970 از کیمیر و به طرف نوسیبیرسک حرکت داشت، ولی در کیلومتر 124 شورای سیبیر راننده از اداره وسطای نقلیات نبرآمده به ماشین بارکشی که از سمت مقابل می آمد برخورد. در نتیجه صدمه راننده مرسدس و 3 مسافرش سن سالشان از 18 تا 43 جراحت برداشته، همه آنها را با جراحت‌های مختلف به بیمارستان بردند. یکی را بستری کردند، 3 نفر دیگر را بعد رساندن یاری طبی جواب دادند. گفته می شود در اطلاعیه گئی در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 12 کد ویرانکنی مأموری روسیه ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه پرونده مأموری آغاز گردید. در گئی ولایت نوسیبیرسک همچنین خبر دادند که میکرواتوبوس سفر خصوصی انجام میداد. این یگانه صدمه شب 25 اپریل در بلوتنوی نبود. 1 ساعت قبل از برخورد ماشین بارکش با میکرواتوبوس در این راه یک ماشین پر از نوشاکی لیموناد از این راه بیرون شد. راننده فورا گفت ماشینش را روی پربرف یخبسته لغزاند. شب 25 اپریل هوا در اطراف نوسیبیرسک سرد بود و برف بریده بود. غالبا سبب هر دو صدمه امین روی پربرف لغزانک شده است. به سبب گران بودن نرخ چپتای هواپیما دهها هزار مهاجران از آسیای مرکزی مجبور می شوند که با نقلیات زمینی از روسیه به مردکاری رفته باز با امین راه به وطن برگردند. سفر با اتوبوس و دیگر نوع‌های نقلیات زمینی برای مهاجران البته ارزانتر، ولی خطرهای زیادی را به مثل صدمه و در طول راه طولانیشان با خود به همراه دارد.